اینجا در پارک شهر نو کابل نمایشگاه کتاب. مسئولان امارت اسلامی میگویند که هدف از برگزاری نمایشگاه ترویج و فرهنگ کتابخوانی میان جوانان و تشویق آنان به مطالعه برگزار شده است. طبیعی است که علاقمندی با علم، علاقمندی با پیشرفت است، علاقمندی با علم، علاقمندی با ترقی کشور است و مشکلات در راستای توجه به مطالعه کتاب در کشور ما بسیار زیاد است، به این شک نیست. زمینه‌های خوبی مساعد میکنیم ان شاء الله العزیز که تا جوانای ما اذهانشان به طرف مطالعه کتاب جلب شود و در این راستا به هر آن چیزی که نیاز باشه ان شاء الله العزیز که ما به اهداف خود میرسانیم و این زحمات را متقبل میشیم تا جوانای ما توجهشان به طرف مطالعه کتاب، به طرف علم، به طرف پیشرفت و ترقی جلب شود. از سوی هم برخی از جوانان میگویند که کمرنگ بودن فرهنگ مطالعه خوانی در افغانستان نبودن امکانات مالی است. و فرهنگ مطالعه در افغانستان دلیل از اینکه سطحش پایین است، یکی اقتصاد مردم ضعیف است و دیگر فکرها مغشوش هستند در افغانستان. یعنی که یک فرد مثالش که محصل است، در کنار از اینکه محصل است باید کار کنه، زحمت بکشه که بودجه از اون محصلی و مصرف اسپانسر نداره، مصرفش پیدا شود. این نمایشگاه به همکاری شرکت رنگ افغان فیضی راه اندازی شده است. هدف برگزاری این برنامه اول ترویج فرهنگ مطالعه است و در پهلو از او ما با مطالعه میتونیم کشور خود بسازیم، با مطالعه میتونیم به آن چیزی که در داخل افغانستان تولید میشه ارزش بیشتر قائل بشیم و نه بگیم به محصولات خارجی. محمد صاحبزاده، کابل.